بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، بارك الله فيكم. برادر سوال نمودند که آیا در قفس نگاه و بین کردن و حبس کردن پرنده جایز است برای زیبایی و برای زینت؟ بارک الله فیکم. جواب این است که علما میگن جایز است که انسان یک پرنده را به خاطر زینت و به خاطر همون را مشاهده کردن و صدایش را گوش کردن در حبس نگاه و بین بکند. در قفس خاص به خود یک دانه یا که چندین دانه از پرنده ها را نگاه و بین کند. و دلیل بر این گفته از حدیث متفق علیه که در صحیحین وجود دارد. بخاری با رقم 5778 و مسلم 2150. این دو کتابی که تمام حدیث های بودش صحیح است متفق علیه میگن. در این حدیث متفق علیه آمده است که انس ابن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک برادر از مادرش داشت. یعنی برادری که شقیق نبود، برادری که هم از پدر هم از مادر نبود، بلکه برادری که فقط از مادرش بود، از دیگر پدر. نام این انس، یعنی برادر انس، نام این یک کودک بچه را میگفتند ابو عمیر. کان له طائر و کان اسمه النغیر. همین برادری انس که از برادر مادریش بود، انس ابن مالک برادر کوچکی داشت، نامش ابو عمیر بود. یک پرنده داشت که نامش نغیر بود. فمات الطائر و حزن علیه الصبی. همین پرنده برادر انس وفات کرد، مرد. و همین کودک ابو عمیر به نهایت به وفات این پرنده غمگین شد. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این کودک شوخی میکردند و میگفتند که یا ابو عمیر، ای ابو عمیر، ما فعل النغیر؟ نغیر به چی شد؟ نغیر چیکار کرد؟ یعنی ای ابو عمیر، کنی پرنده در کجا است؟ از این دلالت میکند که یعنی اولا نغیر این یک نام پرنده هست. نام پرنده رو با زبان عربی نغیر گفتند. نغیر به مانند یک پرنده کوچک است، ما میگیم جریق، یا بعضی از علما بلبل رو چی گفتند؟ بلبل، جریق، اینها یک پرنده های کوچک هست، این رو میگن نغیر. بارک الله فیکم. پس این حدیث دلالت میکرد. حتی علمای دیگر گفتند که پرنده رو قناتش رو، این کودک اگر برای کودک قنات پرنده رو کمی از نوگش برید که پرواز کرده نتواند تا که کودک بازی بکنه، جایز است. و در کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری شیخ ابن حجر عسقلانی در مجله دهم صفحه 548 میگویند که این حدیث دلیل است و از این حدیث علما دلیل میگیرند برای جایز بودن حبس کردن پرنده. زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث آمده است که این کار نکردند. وقتی که ابو عمر یک کودک رو دیدند که به پرنده بازی کرده ایستاده است، چی نکردند؟ رد نکردند، اقرار کردند. به یک شرط این است که وقتی که پرنده رو شما به قفس میگیرید باید طعامش رو و شرابش رو، آبش رو و طعامش رو بدهید و در این حالت هیچ باکی ندارد. البته بعضی از علما این عمل را رد کردند، گفتن این مکروه است، به ماننده که در کتاب فروع و تصحیح شیخ مرداوی در مجله 4 و در کتاب انصاف مدت در مجله 4 که این عمل رو این مکروه گفتند. اما عموما میگیم که جایز است، باکی ندارد. بارک الله فیکم. به شرط اینکه آبش را دهید، طعامش را دهید. وقتی که انسان طعام را نمیدهد، آب را نمیدهد، این ظلم است و انسان به این به عذاب گرفتار شد، گناه کبیر است. چه که در حدیث صحیح مسلم آمده است که یک زن یک گربه را طعام نداد، شراب نداد و در قفس حبس کرد و به همین سبب به دوزخ رفت. بارک الله فیکم. البته گناه کبیر است. این حکمی نگاه داشتن پرنده بود.